تا به حال به یک مورچه دقیق نگاه کرده اید؟ موجودی که آنقدر کوچک است که شاید اصلاً به چشم نیاید. اما همین موجود ریز یکی از بزرگترین شاهکارهای خلقت و نشانه ای از قدرت بیپایان الله مهربان است. اهمیت مورچه به قدری زیاد است که پروردگار بزرگ یک سوره کامل در قرآن را به نام او یعنی سوره نمل نازل کرده است. مورچه ها در دنیای خودشان لشکری منظم و بی‌نظیر دارند. آنها جامعه‌ای دارند که در آن هیچ کس بیکار نیست. یکی نگهبان است، یکی آذوقه می آورد و یکی از نوزادان مراقبت می کند. در دنیای آنها نه ترافیکی هست و نه بی‌نظمی. این نظم عجیب را چه کسی در غریزه آنها قرار داده جز خالقی که بر همه چیز دان است؟ اما بشنوید از جدیدترین و عجیبترین کشف علمی. دانشمندان به تازگی کشف کردند که مورچه‌ها پزشک و جراح هستند. آنها متوجه شدند که اگر پای یک مورچه زخمی شود، مورچه‌های دیگر ابتدا زخم او را تمیز می‌کنند و اگر ببینند زخم قابل درمان نیست، برای نجات جان دوستشان پای او را با آرواره‌های خود قطع می‌کنند تا عفونت به تمام بدنش نرسد. این یعنی مورچه‌ها عفونت را می‌فهمند و راه درمان را می‌دانند. چه کسی این علم پیچیده را در وجود این موجود کوچک نهاده است؟ سبحان الله. هوش مورچه‌ها در خانه‌داری هم بی‌نظیر است. وقتی دانه‌ای را به لانه می‌برند، آن را از وسط دو نیم می‌کنند، چون می‌دانند اگر دانه سالم بماند، جوانه می‌زند و لانه را خراب می‌کند. جالب‌تر این که دانه‌هایی مثل گشنیز را به 4 قسمت تقسیم می‌کنند، چون فهمیدند گشنیز حتی با دو نیم شدن هم باز قدرت سبز شدن دارد. این حد از دانش گیاهشناسی در یک مغز کوچک چیزی جز معجزه الله نیست. قرآن کریم 1400 سال پیش به شعور این موجود اشاره کرده است. در داستان حضرت سلیمان علیه السلام می‌خوانیم که مورچه‌ای به بقیه هشدار داد: به لانه‌های خود بروید تا سلیمان و لشکریانش شما را ناآگاهانه پایمال نکنند. سوره نمل آیه 18. این آیه ثابت می‌کند که مورچه‌ها نه تنها قدرت درک و تکلم دارند، بلکه نسبت به هم نوعان خود دلسوز و فداکارند. خالقی که برای پای یک مورچه جراح آفریده و برای زندگیش چنین نظمی چیده، هرگز من و شما را در طوفان‌های زندگی فراموش نمی‌کند. مورچه به ما یاد می‌دهد که با تلاش، نظم و توکل هیچ مانعی بزرگ نیست. دفعه بعد که یک مورچه را دیدید، به جای له کردن به قدرت نقاش بزرگ جهان فکر کنید. اگر این معجزات شما را شگفت زده کرد، این ویدیو را به اشتراک بگذارید و در کامنت بنویسید: تبارک الله احسن الخالقین.